برخی ساکنان دوشنبه و خوجند میگویند در عرفه عید قربان که قرار است روز یکم سپتامبر تجلیل شود، فضای فرارسی عید میم را چندان احساس نمی کنند. شماری خریداران در بازارهای محلی هم به فرق از سالهای گذشته کمتر به نظر می رسد و نرخ مال و محصولات هم معمولی است. ساکنان برخی محله های دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که مسئولان محله ها خانواده ها را آگاه کرده اند که بچه های خود را از شرکت در عیدگردک باز دارند و چرا را ضبط نکنند. علمای دین گفتند که نماز عید قربان صبح یکم سپتامبر ساعت 6:30 در مسجدهای جامع کشور برگزار خواهد شد. حکومت شهر دوشنبه روز 30 آگوست به ساکنان پایتخت مخصوص اعلان کردند که دیگر ذبح چاروا در آستانه عید قربان نمی توانند در هر جای دلخواه انجام شود. این عمل را می شود در مکانهای مخصوص معین شده و جمع در 93 نقطه ویژه انجام داد. مقامات هشدار دادند که ذبح چاروا در جای ممنوع از 8 تا 16 هزار سامانی جریمه دارد. در همین حال مقامات وزارت معارف تاجیکستان که روز یکم سپتامبر با وجود عید بودن شاگردان را به تحصیل دعوت کردند میگویند عیدگردک برای کودکان سن تا مکتبی مشکل ندارد و مکتبخانه‌ها باید در ساعت‌های صبح در درس باشند. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان سر و صداها در مورد منع عیدگردک گفت خودشان خوب نمیفهمن، بعدا فهماندنشان به مردم کم تشکیل دیگه اوضاع و هر خیل مردم به تعلقه هر چیز دیگر میورن. اما با من پاهم رگوشش گپ نیست که مثلا تا یکم خواندنش فرقش چی رفتن میگیره. از سوی دیگر مسئولان کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های تاجیکستان خبری گویا جریمه بندی شدن والدان را برای عیدگردک رد کرده و گفتند که پدر و مادران باید برای سر وقت در مکتب حاضر شدن فرزندان مکتبخانه‌شان جوابگری داشته باشند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکیش به مردم کشور در ارتباط به عید قربان خواستار آراستن دسترخوان خاکسارانه در روز عید شده است. در همین حال رستم گلوف کارشناس مستقل میگوید که مفهوم آراستن دسترخوان عیدانه روشن نیست و شرح و توضیح میخواهد. کی معین میکند که کدام دسترخوان خاکسارانه بود و کدامش خاکسارانه نبود، کی آن را میسنجد، چی مگر اگر کمیسه به وجود میدهد که روز عید به خانه مردم میدارد. البته این هم یک راه غیر قانونی است. و گفت عملهای دولت در قبال به اصطلاح تنظیم دسترخوان عیدانه مداخله به حیات شخصی شهروندان حساب می‌یابد. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در روز عید کارمندان ملیسیت طبق معمول در مسجدها و در کوچه‌ها نظم و ترتیبات را نظارت می‌کنند. روز عید قربان در تاجیکستان یکم سپتامبر است. با قرار وزارت معارف در این روز در تمام مؤسسه‌های تعلیمی درس‌ها شروع می‌شوند و برای دیگر کارگران روز عید است.